سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 11 دکبر تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. طلب حکم ابد به شاهنظر برای قتل شبنم و پدرش حاجی قربان. بازداشت سه دانشجوی تاجیک در قزاقستان. 95% مهاجران تاجیک به جستجوی کار به روسیه میروند. جمع پشتونیزاسیای تمام کشور، نگرانی از آینده افغانستان. فریدون عادلوف الکی در دور اول رقیبش از اسپانیا را شکست داد. عکس از جای حادثه. 12 تن پخته تاجیکستان در قزاقستان به کام آتش رفت. بازداشت باز یک ساکن دوشنبه با 14,000 خلپوشکه. و اکنون تفصیلات خبرها. در دادگاه کشور پرم روسیه مرافعه پرونده پرسر و صدای قتل بیرحمانه شبنم 21 ساله حامله و پدر 48 سالش حاجی قربان به پایان میرسد. در قتل این زادگان تاجیکستان شوهر 26 ساله شبنم شاهنظر شوزفروف عیبدار می شود. روز 2 دکبر عیبدار کننده دولتی از دادگاه برای شوزفروف حکم حبس عمرباد طلب کرد. این حد اکثر جزا در روسیه برای قتل 2 نفر از جمله زن حامله طبق قسم دویم ماده 105 کودکس جنایتی روسیه است. انتظار می رود که دادگاه کشور پرم حکم خود را روز 27 دکبر اعلان کند. یادآور می شویم روز 3 فوریه سال 2021 در کوچه اسینین محله زاستروفسکی شهر پرم شبنم شوزفروف 21 ساله و پدر 48 ساله او حاجی قربان را کشتند. جسد آغشته به خون و سربریده شبنم را در درون خانه و جسد پدرش را در کوچه پیدا کردند. در این جنایت بلافاصله داماد خانواده شوهر شبنم را گناهکار کردند. بنا به فرضیه تفتیشات شاهنظر شاهنظروف آن روز اول در داخل خانه شبنم را کشته سرش را از تن جدا کرده است و سپس در روی اولی با پدر شبنم حاجی قربان روبرو شده او را نیز با حدود 60 ضربه کار به هلاکت رسانیده است. نشریه‌های محلی خبر داده بودند که همان روز 3 فوریه در کوچه اسیرین حدود 100 نفر از زادگان تاجیکستان جمع آمدند که می‌خواستند خودشان جزای شوزفروف را برای قتل همسر و پدر عروسش بدهند، ولی پلیس او را از این سمسود نجات داد. در جریان تفتیشات شاهنظر شاهنظروف 2 دفعه مورد تشخیص طبی روحی و روانی قرار گرفت و هر دو تشخیص به خلاصه آمد که هنگام قتل همسر و پدر عروسش عقلش در سرش بود. خود شوزفروف در رفت تفتیشات به گناه خود اقرار کرده گفته است که شبنم میخواست از وی جدا شود و کودک بطنش را اسقاط حمل کند. پدرش هم از تصمیم او پشتیبانی میکرد و همین باعث نزاع خونینی شد که با چنین فاجعه انجامید. از شبنم 2 فرزند خردسال، 1 پسر و 1 دختر یتیم ماند. نگاهبینی آنها را عمک شبنم به دوش خود گرفت و کودکان را به تاجیکستان برد. جنازه های شبنم و پدرش را هم مادر ماتم زده این جوان زن برای گور و چوب به تاجیکستان برد. این خانواده از تاجیک‌آباد بوده. پدر و مادر شبنم تقریبا 30 سال پیش در آغاز جنگ شهروندی تاجیکستان به پرم کوچیده آمده بودند. 3 دانشجوی تاجیک را در قزاقستان به قلابه توسط شبکه اینترنت به مبلغ بیش از 2 میلیون تنگه قزاقی تقریبا 5000 دلار عیبدار میکنند. سامانه پلیس قزاقستان خبر داد که بنا به فرضیه پلیس جنایی این 3 جوان از تاجیکستان در شبکه اینستاگرام تلفن‌های موبیلی گرانبهایی در اصل نبوده را به فروش گذاشته از خریداران پول می‌گرفتند. اینها خریداران را با نرخ ارزان جلب می‌کردند. نرخ آنها از نرخ بازار خیلی ارزان‌تر بود. این می‌بایست شبهه خریداران را برمی‌انگیخت، ولی برعکس خواهشمندان با نرخ ارزان خریدن تلفن‌های گرانبها زیاد بودند. با این کار 3 دانشجوی سال سیوم یکی از دانشگاه‌ها مشغول بودند. آنها را با کمک کارمندان کمیته امنیت ملی در شهر کسکلین نویه قرسوی ولایت المتا دستگیر کردند. خبر داد سردار ریاست پلیس جنایتی دپارتمنت پلیس المتا قوتبک نیت بیکوف. بنا به معلومات او این 3 دانشجو پول تلفن‌های نبوده را توسط کارت‌های بانکی گرفته بعد گرفتن پول زود خریداران پول داده را بلاک می‌کردند و نام سامانه خود را تغییر می‌دادند. حجم عمومی ضرر تا امروز بیش از 2 میلیون تنگه برآورد شده است. تحقیق این پرونده در حال حاضر ادامه دارد. شهنازه نادری معاون وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در مصاحبه با خبرگزاری روسی تاس گفت
حدود 95 مهاجران کوری از این جمهوری به جستجوی کار به روسیه می روند. شانوزه نودری گفت مهاجران تاجیک اساساً به ایرکوتسک، چیتا، نوسیبیرسک، رستوف لب دون، مسکو، سنت پترزبورگ و ولایت‌های مسکو و لنینگراد می روند. بنا به آمار رسمی خدمات مهاجرت تاجیکستان در 10 ماه سال 2021 از این جمهوری برای کار 321,353 نفر به روسیه سفر کردند. این ارقام از آمار رسمی روسیه خیلی فرق می‌کند. وزارت کارهای داخلی روسیه اخیراً خبر داد که طی 9 ماه ینور سپتامبر سال 2021 در مقامات مهاجرت روسیه 2,025,712 شهروند تاجیکستان خود را ثبت نام کردند و 1,597,481 نفر آنها در سندهایشان در مقامات مهاجرتی روسیه نشان دادند که به روسیه محض به جستجوی کار آمدند. شهنازه نودری چنین فرق در امور دو کشور را به آن ربط داد که بسیاری از مهاجران تاجیک شهروندی روسیه را هم دارند و هنگام خروج از جمهوری همچون شهروند روسیه ثبت شده از امور مهاجرت کاری بیرون میمانند. اما در روسیه همه آنهایی را که از تاجیکستان میآیند از جمله آنهایی را که شناسنامه روسی دارند بر روی خط مهاجران داخل میکنند. گفته است معاون وزیر با دلیل‌های نچندان قانع کننده. بنا به آمار مقامات تاجیکستان یک بخش دیگر مهاجران کاری از این جمهوری به جستجوی کار به قزاقستان و قسم به کشورهای خارج دور برای مثال به امارات عرب یا ترکیه هم میروند. مقامات تاجیکستان اعتراف میکنند که پولهای فرستاده مهاجران کاری یک منبع اساسی تامین روزگار خانواده‌های آنها بوده به افزایش گردش پول و مال در کشور نیز مساعدت میکند. بنا به آمار بانک ملی سال 2019 به تاجیکستان از خارج 12 میلیارد دلار پول وارد شده است که 12.5 میلیاردش از روسیه آمده بود. اما سال 2020 به دلیل پاندمی کرونا ویروس انتقال پول از روسیه 800 میلیون دلار کمتر شده همگی 1.7 میلیارد دلار را تشکیل داد. تاجیکستان و روسیه سال 2020 درباره انتقال منظم مهاجران کاری قرارداد بستند، ولی به سبب پاندمی به اجرای این برنامه تنها سال 2021 شروع کردند. شانوزه نودری گفت ماه ینور نخستین گروه مهاجران عبارت از 130 نفر توسط هواپیمای چارتری به ایرکوتسک فرستاده شد و بعداً 1300 نفر توسط اگنتی شغل و 560 کس دیگر توسط شرکت‌های خصوصی شغل به شکل منظم به روسیه فرستاده شدند. اما به گفته خانم نودری بسیاری مهاجران به خاطر معاش بلندتر ترجیح میدهند که خودشان مستقلانه به روسیه بروند. از طرف دیگر برخی مهاجرانی که توسط وزارت فرستاده میشوند بعداً در روسیه کار با معاش بهتر پیدا کرده از کارفرمایانی که آنها را به آنجا بردند فرار میکنند و این باعث نافهمی‌ها بین مسئولین وزارت و آن کارفرمایان نیز میشود. به این دلیل وزارت حالا از والدان مهاجرانی که به روسیه میفرستند زبان خط میگیرند. قاسمشو اسکندرов سرکاتب علمی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان در مصاحبه با خبرگزاری خبر گفت افغانستان زیر سلطه مطلق حرکت طالبان دیگرباره به پایگاه تروریسم بین المللی تبدیل می‌یابد. به عقیده قاسمشو اسکندرov وعده طالبان که حالا میگویند قصد دخالت در امور هیچ کشور دیگر را ندارند قابل باوری نیست. شاید به دلیل در اختیارشان نداشتن امکانات و ذخیره‌ها در کوتاه مدت آنها کوشش دخالت در امور کشورهای دیگر را نکنند، ولی قرار معلوم در افغانستان چندین گروه دیگر تروریستی موجود است که قصد ایجاد مشکلات برای کشور همسایه را در دست دارند، ولی طالبان مقصد گرفتن پیش روی آنها را ندارند بلکه از آنها پشتیبانی میکنند. از طرف دیگر در ترکیب طالبان نیز شماره زیادی از جهادها و جنگجویان افراطی هست که جهاد را برای مسلمانان فرض میشمارند و تا زمانی که در افغانستان رژیم امارات اسلامی با ایدئولوژی جهادی در سر قدرت است کشورهای همسایه احساس امن نخواهند کرد. گفته است قاسمشو اسکندرov در مصاحبه با رهبر خاور سید علی صدیق. این تحلیلگر تاجیک تاثیر ایدئولوژی به قدرت رسیدن طالبان را پهلوی دیگر این مسئله نامیده است. فکر میکنه در آسیای مرکزی آدمانی که از پیروزی طالبان شاد شدند کمند؟ هرگز موجودیت چنین رژیم اسلامگرایان به اصطلاح شبههای خفته در کشورهای آسیای مرکزی را روح بلند میکنند. وقتی که طالبان به پیروزی نائل شدند و کشورهای دیگر این را اعتراف و به طالبان همکاری میکنند، گروه‌های دیگر نیز
امید به رسیدن به چنین روز میبندند، گفته است قاسمشاه اسکندرов. افغانستان شناس تاجیک یادآور شده است که در افغانستان سازمان‌های زیاد تروریستی چون القاعده، حرکت اسلامی ازبکستان، حرکت اسلامی ترکستان شرقی، انصارالله، لشکر طیبه، داعش، خراسان، کتیبت الامام بخاری عمل میکنند و تا کنون یگان علامت و دلیل در دست نیست که طالبان روابطش با این سازمانها را قطع کرده باشند. برعکس افزوده است قاسمشاه اسکندرov: ما با شما میدانیم که حتی در جنگ‌های اخیر در پنجشیر هم جنگجویان خارجی اشتراک داشتند. جنگجویان حرکت طالبان در اول ماه اوگوست در پیشروی خروج نیروهای ائتلاف بین المللی در بین همگی چند روز قریب تمام قلمرو افغانستان با شمول پایتختش شهر کابل را غصب کرده از تأسیس امارات اسلامی افغانستان خبر دادند. تنها ولایت پنجشیر و منطقه اندراب‌های ولایت بغلان به طالبان به جنگ تسلیم نشدند. در این دو منطقه به ضد طالبان تحت رهبری احمد مسعود فرزند احمدشاه مسعود جبهه مقاومت ملی افغانستان شکل گرفته است که موره اساسیش را تاجیک‌ها تشکیل می‌دهند. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 11 دکامبر خبر داد که کارمندان میلیسیا یک جوان 26 ساله ساکن شهر دوشنبه را با گمان معاملات غیر قانونی مواد پیروتکنیکی دستگیر کردند. هنگام گفتگو شخصی از او 14572 دانه مواد پیروتکنیکی دریافت و گرفته شد. گفته می شود در اطلاعیه به این جوان بر اساس ماده 199 علاوه 1 کودکس جنایتی تاجیکستان جریمه به اندازه از 200 تا 500 نشان دهنده برای حسابها، از 12000 تا 30000 سامانی و یا از 1 تا 2 سال حکم زندان تعدید می کند. در تاجیکستان واردات، خرید و فروش و استحصال و پهن نمودن مواد پیروتکنیکی یا خلاف‌پوشکه منع کرده شده. در کودکس جنایتی جمهوری ماده مخصوص 199 علاوه 1 نوشته شده است که برای این همچون جزا از جریمه تا حکم زندان پیش بینی می کند. هر سال در عرفه سال نو میلادی به ویژه در ماه‌های دکامبر مقامات حفظ حقوق تاجیکستان درباره بازداشت ده‌ها نفر با اتهام غیر قانونی وارد کردن و به فروش گذاشتن مواد پیروتکنیکی و مصادره هزاران عدد چنین مواد خبر میدهند. امسال نیز استثنا نیست. تنها در هفته جاری وزارت کارهای داخلی تاجیکستان درباره بازداشت دست کم 45 نفر و مصادره حدود 400,000 خلاف‌پوشکه خبر داد. مقامات میگویند صدای بلند و گوشخراش خلاف‌پوشکه آرامی شهروندان و فضای ایدانه را در روزهای تجلیل سال نو خلل‌دار کرده به سلامتی شهروندانی که گرفتار بیماری‌های چون دیابت قند یا بیماری‌های قلبند خطر ایجاد می‌کند و همین طور سبب حادثه‌های ناخوش چون سوختار یا آسیب به شهروندان بر اثر ترکیدن مواد پیروتکنیکی شود. اما حامیان حقوق قرار منع خلاف‌پوشکه را در قرارهای چون منع دعوت دوستان و همکاران به جشن زادروز یا محدود کردن شماره مهمانان و حتی نمگوی طعام در معرکه‌های توی و اعضای مردم از کارهای عجیب الغریب حکومت کنونی مینامند که در بیرون از کشور مورد خنده‌خریش قرار داده می شود. شب 10 دکامبر در مسکو در یکی از رقابت‌های اساسی مسابقه جنگ‌های بدون قاعده رزمنده تاجیک فریدون اودیلوف در وزن میانه توانست عنوان قهرمانی را حفظ و رقیبش از اسپانیا اینوکو تورس را شکست دهد. فریدون اودیلوف نماینده باشگاه احمد تاجیکستان توانست الکی در دور اول بعد 3 دقیقه و 45 ثانیه اینوکو تورس را به نکاوت فنی فرستد. بعد آن که رزمنده اسپانی بر اثر ضربه سخت فریدون بر روی فرش افتاد، داور ادامه رقابت را قطع کرده پیروزی را پیش از مهلت بر رزمنده تاجیک داد. به این ترتیب فریدون اودیلوف توانست عنوان قهرمانی را پیش خود نگاه بدارد. در دیگر رقابت‌های شام 10 دکامبر در مسکو سرگئی کالینین در دور دوم بر خیال اسکندروف غالب آمد. باز یک رزمنده روسیه گامزات خیرمگامدوف رقیبش از برزیلیا جولیانو دلفیگنو را الکی در دور یکم به نکاوت فرستاد. در 10 رقابت پیروزی به دست آورده 2 مرتبه شکست خورده است و 2 رقابت دیگرش را مساوی انجام داده است. خبرگزاری قزاقی کازینفورم روز 11 دکامبر با استثنا به مقامات ایالت‌های فوق‌العاده ولایت اتراو خبر داد که در حدود این ولایت 12 تن پخته که از تاجیکستان به ترکیه برده میشد به کام آتش رفته است.
خدمات مطبوعات دپارتامنت حالتهای فوق‌العاده ولایت اتیراو گفت سوختار در شورای اتیراو منگیستاو در نزدیکی شهر قلسری نویه ژلای روی داده است. با دلیل هنوز نوروشن باردار ماشین بارکش تمغه دفع آتش گرفته است. این ماشین با 12 تن نخ پخته از تاجیکستان به ترکیه میرفت. تمام بار ماشین سوخته خاکستر شده است ولی کسی آسیب ندیده است. در هفته روان این علاقه دومین مورد رسانه‌ای شده صدمه های رانندگان تاجیک در قلمرو قزاقستان است. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bamdad.com. خوش باشید.